برای میداد میداودی که توپو دور میکنه. فیلیپ آلوز، سانتو انجام میشه روی دروازه، توپو بازیکن سایپا میگیرن. یک کار خطرناک در میان میدان. حق دوست حالا میبره به سمت چپ، موقع تیم سایپا داره ایجاد میشه. جواد آشتیانی، یه برخورد و پنالتی. داور نقطه پنالتی رو نشون میده. دقیقه 91 هست فکر کنم که این اتفاق رخ میده و سایپا این چند دقیقه باقی مانده رو امیدوار میشه با هم نگاه. این لحظه است که عباس محمد رضایی تعادلش به هم خورد. برخورد با حنیف عمرانزاده، بهت عمرانزاده از اینکه داور نقطه پنالتی رو نشون داده. تادبلو بره میره سمت بازیکن باش دست بده یا خیر. خود کریم انصاری فر پشت تو قرار گرفته، میره دستم میده باشو روبوسی میکنه. ببینیم کریم انصاری فر چه خواهد کرد در تقابل با وحید طالبلو. با تمرکز کامل حرکت میکنه، ضربه رو میزنه و توی دروازه. 3-2 میشه حساب کار. اگه زمان رو هم ببینیم چقدر مونده. این ضربه کریم انصاری فر هست، او بدین شکل در گوشه دروازه قرار میده.